بسم الله الرحمن الرحیم. اولین تکنولوژی که راجع به طراحی سایت میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم HTML هستش. Hypertext Markup Language، زبانی که به صورت مارکاپ یا نشانگذاری یا با استفاده از اصطلاحاً تگ ها المان هایی که نیاز هست رو به وجود میاره و بین صفحاتی که روی سایت های اینترنتی هست لینک هایی رو میتونیم توسط این زبان به وجود بیاریم. من از کد بیس ترین حالت ممکن استفاده میکنم. میام داخل کنترل پنل، فولدر آپشنز، تب ویو، تیک گزینه هاید اکستنشنز فور نو فایل تایپس رو باید برداریم تا پسوند فایل ها به نمایش در بیاد و ما بتونیم پسوند فایل مورد نظرمون رو به HTML تغییر بدیم. داخل یکی از درایف ها غیر از درایو سی پوشه ای رو ایجاد میکنم. برای ذخیره اطلاعاتم راست کلیک میکنم روی صفحه مورد نظر، نیو تکست داکیومنت، نامی رو براش انتخاب میکنم و حتما پسوند فایل مورد نظر رو به HTML تغییر میدم. میبینید که در واقع شکل و شمایل و آیکون گوگل کروم روی آیکون مورد نظر ظاهر شده و این نشون میده که دیفالت سیستم من، ویندوز من، روی گوگل کروم هستش. اگر بخواید که ابتدا به ساکن این کار رو انجام بدید، یعنی دیفالت رو به گوگل کروم تغییر بدید، راست کلیک میکنید روی صفحه، روی آیکون مورد نظر، اوپن ویت، چوز دیفالت پروگرام، بروزر مورد نظرتون رو انتخاب میکنید و این تیک رو حتما باید بذارید باشه تا دیفالت روی اون مرورگر ست بشه. روی آیکون مورد نظر راست کلیک میکنم، اوپن ویت. اینجا باید نوتپد رو ببینم و با نوتپد فایل رو باز بکنم چون قراره با اون ما شروع کنیم کارمون رو و چون ندارمش با زدن دو دکمه وینکی آر و تایپ نوتپد میتونم به در واقع محیط نوتپدم وارد بشم. فایل مورد نظرم رو درگش میکنم داخل این محیط و شروع میکنم به تایپ عبارت مورد نظرم. این فایل رو ذخیره میکنم و برمیگردم تو محیط در واقع مای کامپیوترم و فایلم رو اجرا میکنم. میبینید که فایل مورد نظر در واقع پیشنمایشش به نمایش در میاد و این نشون میده که ما بدون زدن هیچ کدی عبارتهای مورد نظرمون رو روی صفحه مربوط به کد بیسمون وارد میتونیم بکنیم و اون رو مشاهده بکنیم و این نشون میده که دیفالت تمام مرورگرها روی HTML هستش. خب توی محیط مربوط به نوتپدم شروع میکنم به تایپ کدهای اصلی مورد نیاز برای اینکه از زبان HTML برخوردار باشیم. کارم رو با تگ HTML شروع میکنم. تگ HTML نمادی برای استفاده از زبان برنامه‌نویسی HTML هستش. تگ شروع و تگ پایان که اختلاف ظاهری بین تگ شروع و تگ پایان اسلشی هستش که قبل از نام تگ پایانی ظاهر میشه و در واقع شکل و شمایل رو این دوتا رو از همدیگه میشه به این صورت تشخیص داد. تگ هد که میتونه جایگاهی برای تگ هایی مثل استایل، اسکریپت، تایتل و متا تگ ها باشه و تگ بادی که در واقع جایگاهی برای قرار دادن تگ های اصلی و تگ هایی که مربوط میشه به ایجاد بدنه سایت میتونه باشه.
کنترل اس رو محیط نوتپد میزنم و برمیگردم روی محیط سایتم و F5 یا ریفرش رو میزنم. میبینید که خروجی کارمون با در واقع قسمت قبلی و مرحله قبلی تفاوتی نداره و این نشون میده که همونجور که عرض کردم خدمتتون دیفالت تمام مرورگرهای دنیا روی زبان HTML هستش.